به نام خدا. درس 22 رو شروع میکنم. لکسیون 22. توی این درس میخوام اشاره کنم به این که مثلا ما تو زبان فارسی میپرسیم که فلان چیز به فارسی چی میشه، فلان مثلا یه چیز رو نشون میدیم و میگیم که اسمش چیه یا توی فارسی بهش چی میگیم. خب این اصطلاح توی زبان آلمانی به این صورت بیان میشه: Wie heißt das auf Deutsch؟ خب وی به معنی چطور، چگونه. هایست رو قبلا داشتیم، اون زمانی که میپرسیدیم که اسمت چیه میپرسیدیم وی هایستن زی، وی هایست دو، اینو داشتیم از قبل. وی هایست یعنی چطور نامیده میشه. داس این اون چیزی که داریم مثلا اشاره میکنیم که به اون اشاره داره. آف دویچ، آف دویچ یعنی در زبان آلمانی. مثلا میگیم که تو فارسی به این چی میگیم، حالا داریم میگیم تو آلمانی بهش چی میگیم. Wie heißt das auf Deutsch؟ heißt از کجا میاد؟ فعل هایسن رو به یادتون بیارید، صرفش بکنیم. ich heiße من نامیده میشم، مثلا ich heiße علی، ich heiße رضا، اسم من رضاه. du heißt، er sie es heißt، wir heißen، ihr heißt، sie und sie heißen. حالا wie heißt das auf Deutsch؟ مثلا داره اشاره میکنه میگه این تو آلمانی چطور نامیده میشه، تو آلمانی بهش چی میگن. یه چیز تو مایه‌های همون واسیستاس که قبلا داشتیم. خب یه زمان هستش که ما میپرسیم که حالا اون کلمه یا اون چیزی که حالا بهش اشاره کردیم چطور نوشته میشه. تو فارسی میگیم اسپلش کن یا تلفظش کن. اینجا میگیم که wie schreibt man das؟ wie schreibt چطور، schreibt schreiben به معنی نوشتن فعل هستش که ما در واقع تو این حالت سوالی با اون فعل به صورت سوم شخص مفرد به کار میره دیگه، چون داریم به سوم شخص داریم اشاره میکنیم. مثلا به اون چیزی که داریم اشاره میکنیم سوم شخص هستش، او هستش. خب wie schreibt man das؟ این مان یعنی شخص، فرد. با اون مانی که دوتا ان داره اشتباه نکنید. اون به معنی همسر بود، به معنی مرد بود. این به معنی شخص یا آدم، یعنی کلیتش اینطوری میشه wie schreibt چطور نوشته میشه آدم این رو، یعنی آدم انسان چجوری می نویسه این رو، یعنی آدم چجوری می نویسدش، چجوری تلفظ میشه. wie schreibt man das؟ خب حالا چند تا نمونه من آوردم این پایین تر اینجا. das ist eine Kette. خب مثلا طرف میپرسه که wie heißt das auf Deutsch؟ تو آلمانی به این چی میگیم؟ جواب میده که das ist eine Kette. eine Kette. چرا آینه آوردیم؟ موضوع جلسات قبل. کته یک اسم مؤنثه، آرتیکلش دیه، دیکته، و براش از آینه استفاده میکنیم. das ist eine Kette. sie ist blau. چرا زی به کار بردیم؟ گفتیم که تو بحث پرسونال پرونومن که جلسات گذشته بود گفتیم اگر اسمی که داریم بهش اشاره میکنیم مؤنث باشه از زی استفاده میکنیم، اگه مذکر باشه از ار استفاده میکنیم، اگه خنثی باشه از اس. خب اینجا کته اسم مؤنث هستش و برای ضمیر شخصیش از زی استفاده میکنیم. زی ایست بلاو، اون آبی هستش. پس یه گردنبنده که کته بهش میگن و رنگش آبیه. یا مثلا باز تو جواب wie heißt das auf Deutsch اومده گفته das ist ein Schirm. شیرم یعنی چی؟ شیرم به معنی چتر هستش. ein Schirm. خب er ist aus Metall. براش به کار برده، یک اسم مذکر هست شیرم. er ist aus Metall، اون از فلز هستش. با سوال میپرسه که wie heißt das auf Deutsch؟ das ist eine Seife. Seife به معنی صابون. die Seife یک اسم مؤنث هستش، براش آینه به کار برده. sie kostet nur 3 Euro. اون فقط 3 یورو هستش. خب قیمتش رو داره میگه. فعل کوستن رو جلسات قبل داشتیم، به معنی ارزیدن یا قیمت داشتن. خب حالا میخوایم که از طرف بخوایم که آقا مثلا این کلمه رو برامون اسپلش بکنه. چی میپرسیم ازش؟ wie schreibt man das؟ حالا جای das
میتونیم مثلا کته رو بیاریم یا مثلا شیغم رو بیاریم، ازش بخوایم که اسپلش کنه. تو فارسی میگیم مثلا فلان کلمه رو اسپلش کن، یا به همین صورت توی انگلیسی هم میگیم، حالا اینجا هم توی آلمانی. وی schreibt man das. خب پایین تر میایم. وی schreibt man Brille. خب آدم چجوری مینویسه بیغیله رو؟ حالا بخوام اگه مان رو معنی کنم اینطوری معنی میشه دیگه. حالت کلیش میگه بیغیله چجوری نوشته میشه. B R E L L E. noch einmal bitte. خب طرف مقابل میگه متوجه نشده، میگه noch einmal bitte، یک بار دیگه لطفاً. noch میشه دیگر، ein که میشه یک، مال هم که میشه دفعه. اصطلاحاً میشه noch einmal میشه یک بار دیگر، بیته رو هم که داشتیم به معنی لطفاً. یا مثلا میگه وی بیته متوجه نشده، مثلا میگه که تکرار کنید، لطفاً مجدد بگید. خب B R E L L E. خب تو جواب طرف میگه دانکه، این یکی هم میگه بیتشون. خب باز پایین تر من مثال هم آوردم. وی schreibt man Uhr. Uhr به معنی ساعت. دی Uhr یک اسم مؤنث هستش. وی schreibt man Uhr چجوری نوشته میشه؟ او ها ا. خب اینجا یه مکالمه ای رو پایین تر آماده کردم. Entschuldigung. خب طرف داره سوال میپرسه، تو جوابش اومده Das ist eine Zeitung. Zeitung به معنی روزنامه. Das ist eine Zeitung. خب چی پرسیده که اون تو جواب برگشته جواب داده Das ist eine Zeitung؟ با توجه به بالا پرسیده که Entschuldigung یعنی ببخشید، با توجه به بالا پرسیده که wie heißt das. داره مثلا به روزنامه اشاره میکنه، نمیدونه که تو آلمانی بهش چی میگن. wie heißt das auf Deutsch. wie heißt das auf Deutsch. تو آلمانی به این چی میگیم؟ Das ist eine Zeitung. خب باز سوال مجدد پرسیده که این اومده تک تک اسپلش کرده. چی پرسیده؟ قاعدتا همون بالا داشتیم. wie schreibt Zeitung. بسخواهی میکنم من اشتباه نوشتم. wie schreibt Zeitung. یا مثلا همون مان رو هم میتونیم بیاریم. البته اینجا هم باز به همین صورت میتونیم مان رو بیاریم. wie heißt das man auf Deutsch. میتونیم هم نیاریم، مشکلی ایجاد نمیکنه. wie schreibt man Zeitung. Zeitung چجوری نوشته میشه؟ Z E I T U N G. vielen Dank. بیتشون. خب دیگه مثال دیگه ای نداریم. پس ما توی زبان آلمانی اگه بخوایم بپرسیم فلان چیز مثلا چی هستش، تو آلمانی بهش چی میگیم؟ با سوال wie heißt das auf Deutsch. اون زمانی که میپرسیم wie heißen Sie, wie heißt du، اسم چیه. حالا در مورد مثلا یه شی داریم میپرسیم که این به آلمانی چی میشه، wie heißt das auf Deutsch. و اگر بخوایم که طرف اسپلش کنه یا بنویسدش یا بگه که چجوری نوشته میشه، حروفش رو تک تک بگه، میپرسیم که wie schreibt man das. یا به جای das اون کلمه رو بیاریمش. خب درس امروز رو تا همینجا من به پایان میبرم. اگر سوالی چیزی براتون پیش اومد ممنون میشم که تو قسمت نظرات بپرسید. موفق و مؤید باشید.